موسیقی نقطه جه تقدیم می کند درباره مینوشی که فرزند دوست رویکش را از دست داده بود. روزی پدر بدمست می آید و هر روز مست آمده در خانه خواب می کند. زنی بیچاره نمی داند چی بگوید. طفلکی خردک که داشتند که 3 ماهه بود. بیچاره مادر شیرش کمی میکرد، از سبب شاید ویتامین هایش نمی رسید که از آن همون شیرهای سنی که در مغازه فروخته می شوند از آنها استفاده می برد و بچه اش را با همین می مکن. روز شوهر خواب است، مست، فرزند در پایان دیوان. مادر می خواهد که برای شیر به مغازه برود. هنگامی که از دروازه بیرون شوم صدای گریه طفلش می براید. مادر گردم نگردم گویم حاضر، اگر گردم گرسنه هست، شیر نیست که به او بگیم بیا زود رفته به مغازه شیر گرفته می آرم. گویم مادر بیچاره دوان به سمت مغازه می رود. فرزند آهسته آهسته صدایش باز بلندتر می شود. پدر می گوید میمونی خواب کنیم یا نه؟ این طرف پلو می گوید، باز صدایش بلندتر می شود. باز پدر منت می کند که ای بس کن خواب برویم. باز صدایش بلندتر می شود. ناگه بالیش را گرفته به سمت فرزند می فراند که بالیش در بالای فرزند می زند. مادر بیچاره هلاک از مغازه دوان می آید که صدای طفل نیست، خاموش. خدایا می گوید خوابش برده باشد. هنگامی که وارد می شود خانه را که در بالای طفل بالیشته، هنگامی که بالیشت را می بردارد انگشتانش را مشت کرده. کودک 3 ماهه نفسش گشت است، هرچند کوشش کرده است که بالیش را از بالایش بگیرد لیکن قوتش نرسیده است. بله عزیزان، دید این عاقبت مینوشی